برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شعله گل خوجه هستم. سلام. امروز 25 اپریل این موضوعها را داریم. در روی دوشنبه-چاноқ یک راننده در زیر سنگرزها ҳалок شد. لغزش کوهروی ماشینگارد را بست. کمیته حالتهای فوق‌العاده هشدار می‌دهد. گزارش رادیو زودی نتیجه داد. سابق محبوس توجیک که از زندگی پرمشکلش قصه کرده بود به اداره شغل اهالی دعوت شد. رفتیم مقصد مبلغ 1 میلیون آدم شده گرفتیم مقصد که با دستگیری کردن که مقصد با یک جای کارشید مقصد وای میکنیم پیشنهاد میکنیم. صدقه از بهره ثواب. بعضی ساکنان ولایت ختلان در عرفه ماه رمضان خونشان را بدون پاداش میبخشند. با همین پول که نباشه با همین خون همیشه که صدقه کرده. این برای نجات این مردم مقصد بسپاره خون. بر اثر ریزش سنگ و کوهپاره در روی دوشنبه خوجند یک نفر جان باخته است. حادثه دیروز در کیلومتر 155 شاهرو رخ داده است. راننده 40 ساله ماشین تویوتا پرادو را از زیر سنگرز بیرون آوردند. شرکت ایرس میگوید شاهروی دوشنبه-چاноқ از ساعت 10 شب گذشته بسته است. آفت‌های طبیعی در یک هفته اخیر در گوشه‌های تاجیکستان به کمیش 5 نفر را قربان کرده است. مقامات ده خانواده را در ناحیه رودکی از منزل‌هایشان بیرون و به جای امن کوچاندند تا در زیر سیل نمونند. کمیته حالتهای فوق‌العاده اعلام کرد که تا آخر ماه اپریل خطر آمدن سیل و فرآمدن ترمه و ریزش سنگ زیاد است. رهبر کره شمالی کیم چن این گفته است که در واخوری نخستین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفتگوی پرباری داشته است. رهبران دو کشور روز 25 اپریل در دانشگاه شهری ولادیواستوک در شرق دور ملاقات داشتند. صحبت کیم چن این و ولادیمیر پوتین بعد آن صورت گرفت که گفتگوهای بین کره شمالی و آمریکا درباره دست کشیدن پخینیان از تولید سلاح اتمی به نتیجه انجام یافت. بعد ملاقات 2 ساعته روبرو کیم چن این گفت ما درباره مسائل مورد نظری طرفین تبادل نگاهی پرباری داشتیم. ولادیمیر پوتین گفت که او و کیم چن این برای کاهش تنش‌ها در اطراف برنامه‌های اتمی کره شمالی صحبت مهمی کردند. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. سابق محبوسی که چند روز پیش از مشکلاتش با رادیو آزادی صحبت داشت میگوید صدای او به گوش مقامات دخلدار رسیده است. اگرچه 2 سال پیش حتی داستانی کل تاجیکستان از مقامات محلی تقاضا کرد تا زندانیان سابق فوراً با جای کار تامین شوند، اما واقعیت تماما دیگر است. اکنون نعیم جان اسماعیلدین فهمید دارد که زندگیش تغییر می‌یابد و او دیگر دستنگاری مادری نیازمندش نمی‌شود. گزارشی زرانگیز نوروشو را تماشا می‌کنیم. امروز بیا پگاه بیا میگم مقصد مبلغ نمیشه و از طرف شغل اهالی میرم مقصد. این صحبت 4 روز پیش اسماعیلدین است که بعد از رهایی از زندان از طرف اداره شغل اهالی کمک پولی نگرفته بود. بعد از نشر گزارش در سامانه رادیو آزادی سابق محبوسان که از زندگی پرمشکل و بیکاری نعیم جان هم قصه میکرد مقامات رو دعوت و مبلغش رو پرداخت کردند. با مهلت بعد مقصد وای نور برداری مقصد بعد دستگیری مقصد رادیو آزادی و مقصد وای رفتیم مقصد مبلغ 1 میلیون آدم شده گرفتیم مقصد که با دستگیری کردن که مقصد با یک جای کارشید مقصد وای میکنیم پیشنهاد میکنیم مقصد با جای کار پیشنهاد میکنیم. اداره شغل اهالی شهری بختر 400 سومانی کمک پولی 1 ماهه نعیم جان را داده به او وعده کردند که مبلغ 2 ماهه دیگر را هم پرداخت خواهند کرد و همچنین گفتند نعیم جان را روزهای نزدیک با جای کار تامین میکنند. نعیم جان میگوید در زندان کسب کفشیرگری و چیلانگری را از خود کرده است اما حالا با نفقه پولی ناچیزی مادر معیوبش زندگی دارد. با گفته این جوان که 4 ماه پیش از زندان بیرون شد محض نبود کاری موافق و مشکلات زندگی قسمی از سابق محبوسان را دوباره به زندان برده است. مقصد با میشه حالتی که وجه مقصد جنایتکار کی باشی میبروی مهلت هم 1 سال نیم سال نمیگردی با هم بیکاری را دست به جنایت میزنیم. با مقصد بعد کارای ناشام میزنی اگر دستگیری باشه جدا کار کنیم مقصد این کارو این مقصد جنایتکاری چیزای بین میروند. مسئولیت با کار تامین کردن محبوسان سابق بر دوش حکومت‌های محلی و اداره‌های شغل اهالی است. مسئولین میگویند به محبوسان برای برآمدن تجارت خود قرض‌های امتیازناک و 3 ماه اول کمک پولی داده می‌شود. اما یک پژوهش اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت در تاجیکستان معین کرد که بعد بیرون آمدن از زندان اکثر محبوسان مثل نعیم جان زندگی سخت و پرمشکل دارند و آنها را نه تنها در کارخانه‌های دولتی بلکه حتی در شرکت و سازمان‌های تجارتی و خصوصی هم به کار قبول نمی‌کنند.
بینندگان عزیز، یادآور می‌شوم که رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر می‌خواهید خبر و عکس العمل شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و ویدیو ما با شما تماس می‌گیریم و جزئیات را می‌پرسیم. ضمناً دو گزارش بعدی ما که از روسیه است با کمک شما بینندگان رادیو آزادی تهیه شده است. روز 24 اپریل حکم ناظر پیشین منطقوی در شهر سرپخوی روسیه صادر شد. خنک‌نظری گیورگی کوزنیتسوف به مرگ ҳувайдо тилозода دختر 5 ساله تاجیک باعث گردید. падари ҳувайдо از حکم راضی نیست. عبدالسلام سعیدов میگوید همه کارمندان میلیسایی که در پرونده اشتراک داشتند عیب را به گردن کوزنیتسوف پرتافتند، ولی در نهایت با جزای سبک او را رها کردند. دادگاه شهر سرپخوی روسیه دیروز حکم ناظر منطقوی را که خنک‌نظریش باعث مرگ ҳувайдои 5 ساله شد اعلان کرد. طبق قرار دادگاه گیورگی کوزنتسوف به 10 ماه کارهای اصلاحی مشغول می شود. بر علاوه او حق ندارد 2 سال در مقامات دولتی کار کند. اما پدر ҳувайдо тилозода به شدت از این حکم ناراضی است و میگوید مقامات تفتیشاتی او را فریب دادند. و قول مقامات تفتیشاتی روسیه گیورگی کوزنتسوف 6 ایونی سال 2017 به شکایت یک زنی ساکن شهر سرپخو در نسبت الکساندر سیامین خنک‌نظری کرده است. این زن شکایت کرده است که الکساندر سیامین نسبت دختری او حرکت‌های شبحانی کرده است. این چنین به گفته مقامات روس این ناظر منطقوی از تحقیق جنایی عمل‌های سیامین خودداری کرد و عاقبت کار به قتل وحشیانه ҳувайдо тилозода انجامید. کوزنتسوف این اتهامات را رد میکند. عبدالسلام سعیدов میگوید بجز از حکم ناظر منطقوی و از روند تفتیش قضیه مرگ دخترش به کلی ناراضی است، چون به گفته او مقامات روسیه تحقیق الکساندر سیامین متهم اصلی در تجاوز و قتل وحشیانه ҳувайдои 5 ساله را نیز کشال داده ایستادند. پدر ҳувайдо میگوید او و وکیل دفاعش را حتی با پرونده آشنا نمیکنند. قضیه قتل ҳувайдо тилозода از 10 ماه به این طرف ادامه دارد. ҳувайдо тилозода زاده شهر کلاب روز 22 ایولی سال 2018 در نزد خانه‌شان از میدانچه بازی در شهر سرپخو ناپدید شد و جسد او را روز دیگر در بالخلطه ورزشی در نزد راهی آهن پیدا کردند. در روسیه میمانیم. در این کشور یک مансабдори که 2 مهاجری توجیک رو با ماشینش پخش کرد تا به حال بی‌جزا مانده است. هرچند به گفته وکیل مدافع مهاجران مجروح شده باید در پی این صدمه راننده بازداشت میشد، زیرا مهاجران توجیک از جای معین شده میگذشتند و عامل این فاجعه مансабдори روس است. کامرسیاتو با تفصیلات بیشتر این موضوع. 2 مهاجری تاجیک بیش از 1 ماه می شود که در بیمارخانه شهر نگینسک با جراحت‌های وزنین بستری هستند. عالمجان دولتزاده و اهل‌دین سعیدов روز 15 مارس امسال در زیر چرخ ماشین یوری لواخین سابق رئیس شهر نگینسک ماندند. حادثه در نزد درآمدگاه شهر نگینسک ساعت 4 روز و زمان اتفاق افتاد که این 2 مهاجر تاجیک از راه پیاده‌گرد می‌گذشتند. محمد شمیل شبانوف وکیل مدافع مهاجران میگوید اهل‌دین سعیدов از مغز سرش آسیب دیده است. با وجود آنکه او 2 روز پیش به هوش آمد ولی وضع روانیش به خود نیست. پزشکان گفتند برای بهتر شدن وضع سعیدов احتمال 1 سال لازم می شود. عالمجان دولتزاده از پایش ضرب خورده است و باید تا 2 ماه در بیمارخانه بماند. اما به گفته محمد شمیل شبانوف فعلا تنها از روی حادثه پرونده جنایتی آغاز شده و عامل صدمه بی‌جزا مانده است. عین زمان از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده است، اما پرونده طبق بند 1 گشوده شده است و راننده هنوز در آزادی است، حال آنکه او باید بازداشت میشد. عین زمان تفتیشات خلاصه طبی دادگاهی را منتظر است و پس از آن نسبت یوری لواخین تصمیم میگیرند. ما نیز منتظر نتیجه تشخیص هستیم. با اینکه از این صدمه بیش از 1 ماه میگذرد ولی یوری لواخین باری هم به عیادت مجروحان نآمده است. هر دو این مهاجری مجروح شده به طور قانونی در روسیه فعالیت میکردند و هنوز معلوم نیست که کی دوباره امکانی به کار آغاز کردن را خواهند داشت.
دادگاه شهر دوشنبه یک جوان توجیکро که به گفته مفتشان میخواست به بینای وزارت امور داخلی حمله کند به سالهای طولانی زندان حکم نمود. ارزو سیدعلیف ساکن نویه فرخور روز 1 اپریل با گناه اشتراک در اتحاد جنایتی قصد انجام عملهای تروریستی به 20 سال زندان محکوم شده است. مفتشان گفتند که ارزو سیدعلیف برای انجام حمله های تروریستی ماه آگوست سال 2018 از قزاقستان به تاجیکستان برگشته است و با امر اعضای داعش به تحریزی حمله ها شروع کرده است. یکی از دستورهایی که به گفته مفتشان ارزو سیدعلیف باید با قیمت جانش اجرا میکرد حمله به بینای وزارت امور داخلی تاجیکستان بوده است. برنامه ادامه میدیم. کمیته اوید به کارهای دینی تاجیکستان ارزش حج امسال را 35128 سومانی معین کرد. این مبلغ نظر به یک سال پیش بیشتر است. مسئولان کمیته میگویند ارزش خدمترسانی های حج 2019 در موافقه با خدمات ضد نثاری معین شده است. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به زیارت خانه خدا میروند. حج برای هر مسلمان حداقل یک بار در زندگیش در صورت داشتن قدرت و توانایی فرض شده است. اما در ولایت ختلان آنهایی که چنین امکانیت را ندارند در عرفه ماه رمضان از بهر ثواب خون خود را به اصطلاح صدقه میکنند. جمشید میگوید توانایی صدقه پول و مال را ندارد. از این رو در عرفه رمضان خونش را میبخشد. میگن که صدقه وقت پول و مال و خیلی کنی با همین پول که نباشه با همین خون همیشه که صدقه کده. این برای نجات این مردم مقصد بسپره خون. مسئولان مرکز خون در ولایت ختلان میگویند در عرفه ماه مقدس مسلمانان شمار آنهایی که بدون پاداش خون میدهند افزوده است. روزهای دونوری تشکیل کرده شده است که آدمان همه یعنی که دونوران به پاداشت از برای ثواب یا از برای رایگان یا که از برای به اون نفر یاردم رسوندن خون میسپارند. ختلان 2300 نفر دونر دارد. برای هر بار خون سپردن از 50 تا 70 سومانی میپردازند. شمار آنهایی که به پاداش خون داده اند به 508 نفر رسیده است. سفرعلی بار اول است که خون میسپارد. او از آنهایی است که پاداش نمیگیرد. برای خیر جاریه کردن در ماه شریف رمضان ثواب شده. رمضان از ماه‌های شریف است که ماه عبادات و صدقات است. مسلمانان بر اینند که ثواب هر کار خیر در این ماه صدها شده به صاحبش برمیگردد. پژوهشگران توجیک در نویه یووان ولایت ختلان کفتار رخرخ را نوار برداشتند که تا 4 سال پیش گمان میرفت نابود شده است. کارمندان انجمن محافظان طبیعت تاجیکستان 5 سال پیش به جستجوی این حیوان نادر شروع کردند. حالا میگویند بیش از 40 سری آن را ثبت نمودند. مومن احمدی موضوع را ادامه میدهد. این جانور کفتاری رخرخ نام دارد و تا 4 سال پیش پژوهشگران او را مرده می حسابیدند. انجمن محافظان طبیعت تاجیکستان در ناحیه یوان مکان زیستی او را پیدا کردند و نوار برداشتند. در یکی از این روزها مکان زیستی کفتار رخرخ را پیدا کردیم. ما کامراهای نواربرداری گذاشتیم و نوارهای خوب دسترس کردیم. کفتاری رخرخ را در تاجیکستان گرگ دلتنیز میگویند. مردم تاجیک حیوانی نحسش میپندارند. طبیعت شناسان میگویند این اندیشه باطل باعث کم شمار شدن کفتار شده است. عالمان میگویند کفتار طبیعت را از افلاسی ها تازه میکند. ما باید این حیوان نادر و کم شمار را حفظ و محافظت نماییم. با خوردن مرده حیوانات اول اینکه آن طبیعت را از مرده ها تازه می کند و دوم مانع می شود به پهنگردی برانگیزنده های بیماری های سرایتی در بین حیوانات. طبیعت شناسان می گویند حالا 40 سری کفتار را در حدود ولایت ختلان حساب کردند. و دلشاد نظرов گرزانداز مشهور توجیک در مسابقات قهرمانی آسیا به ورزش سبک در پایتخت قطر شهر دوحه در گرزاندازی صاحب مدال طلا گردید. این پنجمین نشانه طلای او در قهرمانی آسیا به شمار می‌رود. دلشاد نظرов که 6 می 37 ساله می‌شود گرز را به دوری 76 متر و 14 سانتی متر هوا داده جای اول را کسب نمود. تبریک می‌کنیم.
این مطلب آخری برنامه امروز بود، اما گزارش‌های ویدیویی از این بیشتر شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فردا من شما رو در نوید بامدادی با خبرهای تازه منتظر میشم. تا فردا، خدا نگهدار.